بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، ما در حلقه گذشته درباره دعوت سری صحبت داشتیم و دعوت سری عنصرهای گوناگون دارد و یکی از مهمترین عنصر دعوت سری این است که انسان دعوتچی باید که با اخلاق باشد، با فرهنگ باشد، مکانات اجتماعی داشته باشد و این را ما در سیمای ابوبکر صدیق خواهیم دید. ما در حلقه گذشته گفتیم که تقریبا 8 نفری که در اول اسلام آوردن در 2 روز اول این مهنت و زحمت صدیق بود رضی الله عنه و این معنی دارد که ابوبکر با اخلاق خود و با فرهنگ خود و با مدینت خود و مکانات اجتماعی خود مردم را به اسلام دعوت میکرد. الله تعالی در قرآن گفته است که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی که آیا مردم در قرآن تدبر نمیکنند، در قرآن نمیاندیشند یا اینکه دلهاشون قفل آویخته شده است، یا اینکه قفل ها زده شده است در دلهاشون. یعنی از این معلوم میشه که دل مردم قفل زده است و در دست دعوتچی کلیدهای باشه که این قفل ها رو گشاید. بنابراین ابوبکر صدیق میبینیم که یک انسانی همچون انسانی به اخلاق و انسانی به آداب و انسانی به اسلوب به یک ترتیب نظامی خوب مردم دعوت میکرد. بس که مردم آدمی به فرهنگ بود، مردم با اعتماد میکردن. واسه که یک تاجری ماهر بود، میدونست که از کجا دارد، از کجا براید، به مردم چگونه معامله کند، چرا گوید، چرا نگوید. به همین وسیله ابوبکر صدیق یکی از شخصیت‌های بزرگ در اسلام شد و اکثر انسان‌های اولی که ایمان آوردن سببش همین ابوبکر صدیق بود. این عنصر اول بود. عنصر دیگری این مرحله این عقیده محوری هست، یعنی که پیامبر علیه السلام اومدن تا اینکه عقیده مردم رو درست کنن، یعنی که به اصطلاح تصحیح عقیده باید باشد و اخلاق هم عبادت هم از همین عقیده سرچشمه میگیرد. بنابراین تصحیح عقیده این چیزی مهم است و پیامبر علیه السلام وقتی اومدن انسان‌ها رو دعوت کردن، همین انسان‌های اول، همین رعیل اول یا نسل اول انسان که اکثرا مثلا میتونم گفت که 10 یا بیشتر هستن، همین ها در آینده بزرگترین شخصیت داشتند. چرا؟ چون که در مکتب و در مدرسه محمد صلی الله علیه و عقیده رو درس گرفتند و توانستند که با استواری کم نظیر و فداکاری کم نظیر دین الله تعالی رو به پیش برند. برای شما برادرای عزیز، ما اینجا 3 مثال از صحابه میگیریم که در زمان دعوت سری ایمان آوردند و این معنی داره که پیامبر علیه السلام خیلی انسان احتیاطکار بودن در این مرحله و خیلی تلاش میکردن که نه به جان خودشون ضرر رسد، نه به جان اصحابشون، نه به جان انسانهایی که از دور و نزدیک میان تا اینکه ایمان بیارن. ما اینجا 3 مثال میاریم. یکمش ابوذر غفاری، دومش عمرو بن عبسه اسلمی، سومش ارقم ابن ابی ارقم است. شروع میکنم از ابوذر غفاری. ابوذر غفاری برادران عزیز از یک مردی بود که از خارج مکه بود. قبیله غفار در جاهلیت به راهزنی و چپاولگری مشغول بودند و ابوذر غفاری که از اونها بود، اون هم به همین کار مشغول بود. وقتی که شنید که پیغمبر برآمده است، به سوی مکه آمد تا اینکه به پیغمبر واخورد. میگه که چه در روایت امام بخاری آمده است، خودش نقل میکنه که من آمدم مکه در اومدم و در اطراف کعبه گشتم، لیکن از کی پرسیدن نمیدونستم، احتیاط میکردم. یعنی بده چه خیلی احتیاطکارانه بودن انسان ها در قدم های خودشون. و یک بار با علی ابن ابی طالب میخورد. علی ابن ابی طالب میگه تو میگه مرد غریبی هستی، به فکرم از کجای دورتر هستی. میگه که برای من غریبی هستم. بعد میگیرد خونه‌اش میبرد مهمان میکند. میگه که 3 روز مهمانداری کرد، هیچ نه علی میپرسه که تو برای چی اومدی، نه ابوذر میگه که من برای چی اومدم اینجا. بعد روز سیام میگه که مردم میگه برای چی اومدی؟ میگه که اگر تو سری مرا مخفی نگاه داری، من برای تو میگم که برای چی اومدم. علی میگه که برای باشد. ابوذر میگه که من شنیدم که پیامبر اومده است، میخوام که او رو ببینم، با او صحبت کنم، اگر راستگو باشد با ایمان بیارم. بعد علی ابن ابی طالب ابوذر میگیره با همراه خودش، میگه که ابوذر من تو پیش پیغمبر میبرم، میگه اما به شرطی که وقتی که اگر احساس خطر شد، من وانمود میکنم که گویا کفش خود رو درست فرستادم. یعنی ببینید اینجا خیلی صحابه ها احتیاطکارانه حرکت میکردن در گویم که تماس با پیغمبر یا تماس یک شخصی بیگانه با پیامبر علیه السلام. یعنی که اینجا علی ابن ابی طالب ماشاءالله تو از دور اومدی، تو مهمون، تو برای دین قبول کردن وارد گفته، یعنی که آشکار پیش پیامبر نبردن. تا تو گفتن که میدونستن که اینجا جاسوس های مقامات بود، میتونستن که
علی هم دستگیر کنن، به نظر ابوذر هم دستگیر کنن. بنابراین علی احتیاطکارانه خیلی حرکت کرد و وقتی رفتناشون گفت که اگر مثلا که گفت که من خودم وانمود بکنم که گویا که کفشم درست کاری شدم، این هم یک چی است، دقت در احتیاطکاری است، یعنی خیلی به دقت بودن، چون که هر کجا احتمالی بودن جاسوس ها و خبرکش ها وجود داشت. بنابراین ابوذر گفت تو از دورتر بیا. وقتی همین حالت دیدی گفت دیگه از قفای من نبیون که گذشته رفتن گیر، گویا که تو به من یگان علاقه‌مندی نداری. بعد اون ببینید که بزرگی و زیرکی علی، اگرچه که کودک بود، خیلی گفتیم که 10 ساله ایمان آورده بود، شاید اینجا 11 ساله بود 12 ساله بود، وقتی ابوذر آورد شبانه آورد. کجا برد؟ خانه ارقم بود. ارقمی که گفتیم که خانهش اشتباه مخفی پیامبر بود. نه، مسجد الحرام برد. روزانه برد یا شبانه برد؟ شبانه برد، هنگام طواف. ابوذر میگه که وقتی من پیش پیامبر برد، پیش پیامبر رفتم، خیر سلام علیک کردیم. پیامبر گفتن که تو کجایی هستی؟ ابوذر گفت که من غفاری هستم. میگه که وقتی من گفتم که من غفاری هستم، پیامبر میگه روی خودش پشت میگه که با غفاری، یعنی که انسانی که از همون قبیله رهزنا هست. و ابوذر میگه که من درک کردم که پیامبر معقول نشد که من از قبیله غفار هستم، بسبب اون که یعنی که غفارا به همین چیز رهزنی بودند و اون. بعد اون پیامبر علیه السلام گفتن که برای چی اومدی؟ خیلی پرسیدن. دیگر ابوذر قانع شد و به پیامبر علیه السلام ایمان آورد. پیامبر گفتن که تو باید ایمان خودت پنهان داری و رفته در بین قبیله خودت دعوت کن. ببینید برادر چه خیلی تدبیرهای امنی رو خوب گرفتن. اینجا پیامبرم با ابوذر غفاری گفتن که ها ماشاءالله من تو 61مین برادری ما شدی یا 61مین شخصی که اسلام آوردی. ما در خانه ارقم ابن ابی ارقم جمع میشیم، ماشاءالله اونجا برادر رو صحبت میکنیم، درس داریم اونجا. این گپ نزدن. یعنی که اونجا فایده نبود، چون که مردی بود که اولین بار میخورن. باوری باوری نبود، چون که یک قبیله است که قبیله راهزن است. بنابراین پیامبر علیه السلام یعنی که به حد معین به ابوذر راه نشان دادن، دیگر گپ طول نکشیدن. دومین شخصی که دوستای گرامی درباره صحبت میکنیم این عمرو ابن عبسی اسلمی است. اینم یکی میگن که از انسانایی بود که یکتا پرست بود اصلا، لکن به بت‌های چیزا اعتقاد نداشت. وقتی شنید که پیامبر برآمده است، خواست که بیاید به پیامبر بخورد و اگر دلش اطمینان یافت به پیامبر ایمان بیارد. میگه که وقتی که پیامبر دیدم گفتم که تو چی هستی؟ یعنی عباره چی استفاده بود؟ پیامبر گفتن که من پیامبر هستم، نبی هستم. گفت نبیش چیست؟ یعنی نبی چی؟ نبی گفتم فرستاده خدا هست. برای چی فرستاده؟ میگن که برای اینکه رابطه خویشاوندی رو نگه داشتن. بعد اون گفتن برای بت‌ها رو از دل مردم شکستن و ایمان به خدای یگانه آوردن و دوری از شرک و شرکگری. بعد اینجا این مرد گفت که همراه تو کیست؟ پیامبر گفتن آزاد و غلام. ببینید بازم پیامبر چه خیلی زیرکانه قدم گذاشتن. یعنی که این مرد مردی است که باری اول میبینن، انسان بیگانه است، از مکه از شهر بیرون است، یعنی شخصی که بیگانه است در این شهر، کسی رو دربارش معلومات نداره یا انسان باورناک است، باورناک نیست. بنابراین گفتن که همراه ما آزاد است و غلام است. در حالی که اون وقت تقریبا 60 نفر ایمان آورده بود، 50 چند نفر یا 60 نفر. یعنی پیامبر علیه السلام به این آدمی که اولین بار ایمان آورد یا که دیده ایستادن و ایمان آورد، خیر نگفتن که هی ماشاءالله ما 60 نفریم، ما در خانه ارقم جمع بشیم، ما اونجا نماز میخونیم، ما اونجا درس داریم، ما اونجا صحبت داریم. یعنی که این چیز برای وای فایده نداشت. ببینیم پیامبرم این چیزا برای وای نگفتن. یعنی که این چیزا نشون میدهد یعنی که خیلی احتیاطکارانه بودن. پیامبر صلی الله علیه و آله از جهتی اگر عبارت درست شد فقه امنیتی، فقه امنی، یعنی که خیلی واقع بینانه قدم خودشون آهسته آرامانه میگذاشتن و پیش میرفتند. برای این عمرو ابن عبسه هم پیامبر وقتی که این مردک ایمان آورد گفت که من مکه نیستم. پیامبر گفتن که نه، تو گفتن قبیله خودت رو، وقتی لازم شد من تو رو فریاد میکنم. یعنی که این مردک پیامبر میتونه که پیش پیامبر ایستاد، از پیامبر فقه گرفت، از پیامبر حدیث گرفت، از پیامبر قرآن گرفت، لیکن همه اینها رو صرف نظر کردن و این مرد گفتن که تو قبیله خودت بازگرد و وقتی مناسب من تو رو خبر میدم بعد میبینی. یعنی اینم از فقه پیامبر میخواستن که این مرد که جانش در خطر نماند. یعنی که این انسان بیگانه است، احتمال زیاد در مکه وقتی فهمه که این ایمان آورده است او رو زیان میرسونن، شاید اون رو میکشن یا اون نامعقولی دیگری میکنن. شخصیت سومی که در اطرافش صحبت میکنیم این ارقم ابن ابی ارقم است. ارقمی که خانه‌اش 13 سال شتاب مخفی پیامبر علیه السلام بود.
ارقم ابن ابی ارقم وقتی که ایمان آورد حالا 20 سال هم نداشت. بسیار روایت میگه که 16 ساله بود. یعنی پیامبر خونه ارقمه در مکه که یک شهر کوچک بود، شهر بزرگ نبود. مکه میگاپولیس نبود مثل امروز نیویورک و که مسکو یا توکیو شهر کلانی نبود، شهر میلیونی نبود، شهر کوچکی بود، همه میشناخت. لیکن پیامبر چنان به دقت، چنان احتیاط کارانه قدم میزدن که 13 سال در همین مکه کوچکی که شاید اهالیش 10,000 15,000 بود همه میشناخت، توانستن که 13 سال همین خانه نگه دارن. یعنی که همچون شتاب نگه دارن و کسی از این چیز خبردار نشد. این چنین دوستان میتونیم بگیم که پیامبر علیه السلام در خانه مخزومی دعوت خودشون رو بزرگ کردن. مخزومی کی است؟ مخزومی ابوجهل است. ابوجهل پیشوای قبیله مخزوم بود. در خانه شخص یا فرد از افراد بین مخزوم دعوت رو بزرگ کردن و نور دعوت تمام دنیا رو بعد فرا گرفت. این یک دستاورد امنی بزرگ است. دستاورد امنیتی بزرگ پیامبر است که توانستن که در دام 13 سال همین گویم که مخفیانه در یک خانه حرکت کنند. البته این عامل های دیگر هم داشت. این مقصد که جوان بود، کسی فکر نمیکرد که در خانه این جوان جمع شوند. شاید فکر میکنن که باید خانه ابوبکر جمع شوند، شاید خانه گویم که دیگر شخصیت عثمان جمع شوند، خانه عبدالرحمن ابن عوف جمع شوند، چون که انسانایی گویم که 30 ساله بودن، نه که 28 ساله 30 ساله بودن، فکر نمیکردن که در خانه جوان 16 ساله جمع بشن. دوم چون که در گوش خیال اونها نمیومد که یک جوان مخزومی خانه خودش رو برای پیامبر همچون یک شتاب یا یک ستاد پیشکش کرده باشد. دوستان عزیز، گفتیم که دعوت سری بود. آیا مکگی ها درباره هم دعوت در همین مرحله، یعنی که در 3 ساله اولی سری، آیا درباره شنیدن یا نشنیدن؟ گفتیم که مکه یک شهر کوچکی بود، شهر میده بود. البته شنیده بودن، اما اونها اعتبار نمیدادن. چرا؟ چون که پیش از این نیز بعض شخصیت‌های بودن که در مکه بت‌های اونها رو عبادت میکردن، مثل ورقه بن نوفل که دربارش در حلقه گذشته نقل کرده بودیم. زید بن نوفل بود که خودش حنیفی میگرفت. امیه بن صعب السلط بود که هم خودش حنیفی میگرفت. بنابراین اهل مکه شاید همین جوانایی که نو ایمان آورده بودن، اونها مثلا خوننگی هاشون، اهلاشون، اونایی که با خبر بودن کم کم در اطرافشون، فکر میکنن که اینها نیز مثل همین که انسان‌های حنیفی هستند و خود به خداشون یک خدا پیدا کردند و خدای خودشون رو عبادت میکنند. مثلا مثل یک حدیثی است که بهش عباس رضی الله عنه یک تاجر می آید، وقتی میبیند تاجر میبیند که از درون خیمه یک زن میبرد، یک کودک میبرد و یک مرد میبرد، هر سهش یک جای عبادت میکنند. وقتی عباس میپرسد، عباس میگوید که اینش دودرزادی من است، محمد دعوای پیغمبری دارد، اینش زنش خدیجه، اینش جن ما علی هست، اینها در همین دینی نو هستند. اونقدر که اعتبار نمیدادن به اونها، یعنی که نادیده میگرفتند. این چنین یعنی که سیاست پیش گرفته پیغمبر هم سیاست خوبی بود که در اول بت‌های اونها رو هجوم نمیکردند. این هم یکی از عنصرهای بزرگ دعوت بود که اونها اول با همون گویم که مشرک ها زندگی مسالمت آمیز داشتند و گویم که چیزهای مقدس اونها رو مورد تنقید قرار نمیدادن و دشنام نمیدادن. بنابراین مشرکای مکه نیز با اونها کار نداشتند. یعنی که میتوان گفت که یک نمود بین اونها یک نمود تفکر بود که مادامی که اینها خود به خداشون نماز میخوانند، در مسجدشون نماز میخوانند، به عبادت خود مشغول هستند، خدای خودشون عبادت میکنند، به خدای ما کارشون نیست و گویم که دین اونها از مسجد بیرون فعالیت نمیکنند، در حیات فرد و در حیات جمعیت فعالیت ندارد، ما با این دین کاردار نیستیم. اما وقتی که حرام گفتن، حلال گفتن، اینا کن اینا نکن گفتن، دیگر بالاشون مثل چی دارنده بالا اونها هجوم میکردن. اما مادامی که دین فقط گویم که محبوس در مسجد باشد، محبوس در دل انسان باشد، در فقط عقیده باشد و فقط مسجد نماز باشد، کسی بالای این خیلی انسان کارش نیست. اما وقتی انسان براید و گوید که این دین حیات ما رو به تنظیم می‌دارد، حیات اقتصادی ما رو به تنظیم می‌دارد، حیات سیاسی ما رو، حیات اجتماعی ما رو به تنظیم می‌دارد، معامله انسان با خدا، معامله انسان با انسان، معامله مرد و زن، پدر و مادر، فرزند، همین ها رو به تنظیم می‌دارد، اینجا دیگر هیچ کس نمی‌خواد. قریش‌ها نیز همین رو نمی‌خواستند. تا اون زمانی که پیامبر درباره اونها گام نزدند، تا اون زمانی نگفتند که این دین حیات شما رو به تنظیم می‌دارد، مشرکان نیز به پیامبر علیه السلام کاردار نبودند. این بود
گوشه از حیات پیامبر در مرحله سری دعوت و انشاءالله امیدواریم که شما از این صحبت ها فایده برده باشید و مسئلت میکنیم که الله تعالی ما رو مورد رحمت خود قرار دهد. شما رو تا حلقه آینده در پناه خدای تعالی میسپاریم. الله تعالی همه شما رو نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.